بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین. سپس چون طالوت با این لشکریان برآمد گفت بیگمان خداوند شما را به نهر آزمایش می کند، پس کسی که از آن بنوشد از من نیست و کسی که از آن نچشد بیگمان از آن من است، مگر اینکه کسی یک کف آب به دست خود از آن برای نوشیدن بگیرد. پس جز عده همه ایشان از آن نوشیدند. چون طالوت و مؤمنان همراه او از نهر گذشتند گفتند امروز ما توان مقابله با جالوت و لشکریان او را نداریم. اما آنانی که عقیده داشتند به خداوند ملاقی می شوند گفتند چی بسا که دسته کوچکی به اراده خداوند بر دسته بزرگ غلبه یافته است و خداوند با صابران است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنگامی که در برابر جالوت و لشکریانش قرار گرفتند گفتند پروردگار ما بر ما شکیبایی فیضان نما، قدمهای ما را استوار گردان و ما را بر گروه کافران پیروز ساز.